سبب نزول سوره این است که دوستان گرامی، اگر به تاجیک گم که مور تو چی شده است که برای همین چیز زدیم اونو گفتم که و جبرائیل امین از آسمان فرامد و این آیات ها رو برای پیامبر صلی الله علیه و نزول که نازل کرد. دکایی که شما رو در این برنامه خوش آمدید میگویم و امیدوارم که این برنامه برای شما مفید باشد و از آن برای خود چیزی فایده‌ناک گیرید. ما در صدد تفسیر سوره ابولهب به نام ابولهب یا به سوره به نام مسد هست یا به سوره تبت میگن، در همین سوره هستیم. سبب نزول سوره این است که دوستان گرامی، پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی در مکه بودن برای اون کس آیت نازل شد. آیت گفت و انذر عشیرتک الاقربین، و نزدیکان خودت را بیم ده، یعنی به آنها دعوت آشکار کن، چون که تا این 3 سال قبل از این پیامبر دعوت پنهانی داشتند و با همین آیت مرحله دومی دعوت و مرحله دیگری دعوت مرحله آشکارا شروع شد. در این حدیث امام بخاری آمده است که ابن عباس رضی الله عنه میگن که وقتی این آیت نازل شد پیامبر صلی الله علیه و سلم بالای کوه صفا بالا شدند، بلند شدند و گفتند یا صباحا و صباحا. این یک ندای بود که عرب‌ها هنگام یگان خطر اگر حاضر به زبان حاضر گیریم یک حالتهای فوق‌العاده میشد، همین ندای همین بانگ سر میدادن. وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله این بانگ سر دادن، مردم مکه تعجب کردن، گفتن این چی باشد، چی به داد میزند این مردک؟ و هر کس از خونش یک نماینده فرستاد. آدمی که نمیتونست فرستاد، آدمی که میتونست خودش حضور شد در اون بانگ. پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند هی مردم مکه، اگر من حاضر برای شما خبر دهم که در قفای همین کوه دشمنی هست، دشمن جراری هست، میخواهد بالی شما هجوم کند و شما رو تار و مار کند و وطنتان ضبط کند، شما باور میکنید منه؟ مردم مکه گفتند که بله ما تو رو باور میکنیم، چون که ما از تو دروغ ندیدیم. پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند که فانی نذیر لكم بین یدی عذاب علیم، این طور که باشد من برای شما بیم دهنده از طرف خدا هستم از عذاب دردناکی که نزدیک است که بالی شما فرو آید اگر شما یگانگی الله تعالی رو قبول نکنید و رسالت ما رو همچون پیامبر قبول نکنید. اینجا همه خاموش ایستادن، تنها یک مرد اینجا به اصطلاح میگر شورش کرد، به اصطلاح پیامبر صلی الله علیه و سلم هجوم کرد، گفت تبا لک، اگر به تاجیک میگه مور تو چی شده است که برای همین چیز زدیم اونو گفتم اینجا که با گفت دکان پرستیم اومدیم، زندگیمون پرستیم اومدیم، کارمون پرستیم اومدیم، برای همین چیز زدیم اونا. یعنی که به یک همین شیوه دغل با پیامبر صلی الله علیه و سلم که رفتار کرد. و اگر زندگیش بعد اینم ببینیم، ابولهب همین چیز رو شعار خود قرار داد و با پیامبر صلی الله علیه و سلم جنگ آشتی ناپذیر اعلان کرد. همین ساعت، از همین اولین ساعتی که پیامبری خودشان اعلان کردن، ابو جهل زیر شعاری وای بر تو یا مرگ بر تو که ما رو برای همین فراخواندی ببینیم که جنگش اعلان کرد. و پس از این الله تعالی از پیغمبرش دفاع کرد و از آسمان، یعنی اگر تو به زبان حاضره گویم بگه آسمان یک حالت فوق‌العاده اعلان شد و جبرائیل امین از آسمان فرامد و این آیات ها رو برای پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل کرد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم یک نمود تسلیتی بود، چون که در حقیقت آدم تصور کرد که وقتی جمعیت گپ میزنه یا آدم میخواد شما رو در نزد جنگل خیلی گپ میزنه و با شما خیلی برخورد میکند، البته وزنین است برای انسان این چیز. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی این آیات اومد یک نمود این که تسلیت برای پیامبر و هم تهدید برای ابولهب و ابولهبیان بود.